همداران سلام علیکم. 22 اپریل سال 2025 می باشد. قرار دارم در باغ خودم، این باغ من نوحه ورزاب دهه چهارباغ به شما نتیجه پیوندهای زیر پوستی که در آلوچه کردگی بودم نشان میدم. من احمد چخیل نشونمایی بهترین کرده استودم. یک خطایی در راه داده بودم. من خیالم که همینو نگرفتن چون که لوی زدگی نبودم. یک سکوچ خالی بود. چند آدم گفتن که نمیگیرد، لوی نزدی. خاطر شدم یک قسمش رو از بالای اسکوچ بعد لوی پوشیدم. همون نقص بوده است. یک قسمش رو دو دیلش دادم و بریده از گش پیوند کرده، تگش لوی مونده، بعد خلطه پیچوندم. اینو بسیارش نگرفت. یک قسمش من نو گرفته ایستاده است، نو بر کرده ایستاده است. لیکن همون کردگی خودم بهترین بوده است. لوی نداشت، از بالاش بعد لوی پرتفتم از بالای اسکوچ. اینش رو پسری من علاکه کشوده است. کنچ خیلی میشد گفتم من بینید علاکه پوستش رو چسبونده گرفته است، غوص کرده است و نشونامایی بهترین کرده ایستاده است. من میگذاریم دیگر نه پیوند رو. من ببینید این رو من این پیوند هم خیلی پیوند بود، لیکن من نمیگیرد گفته دو دلش ده بریده از گش پرتفته از نو آوردم. خیلی خدا با شکر من دو تاش گرفته است و من این توضیح میکنیم نور آلوچه رو نشوناماش نهایت بقچه برین رفته ایستاده است. من ببینید این کهنگی اینش رو بریده بعد پیوند کردم که حال اگر همینش قطعی همینش گیرد ممکن تنش رو توضیح میکنیم. گفته نماند که این پیوندی چیز گلوسی یکی از گلوس‌های بهترین می باشد. من اینش رو هم من دو دلش بریده از گشت پیوند کردم، پشیمان شدم. اون پیوندهای خودی من بهترین بود است. چند آدمو بخلی کردن، همون گپ هم رو گوش کردم. من کشم گوش نمی کردیم، همش هم پیوندی خودم گرفته. برای همین کنید پیوند، خطاگی کنید، در خطاگیاتون باز یاد گیرید. من باز ببینید پیوندی پیشنگی که من بیلوی کردگی بودم چخیل گرفت و پیوندی بعد که من درونش لوی موندم که چخیل گرفت. قریبی که نگرفت است و خیلی یک کم کم بو امید هست. انا هم دیاران عزیز، انا هم خیل من این یک تا گرفتگی پیوندی که من لوی نداشت بعد لوی کردم از بلوش، درونش لوی نداره، درون اسکوچ چخیل خوشوی گرفت. من یک تاش من این پیوندی که درونش هم لوی دارد و بیرونش هم نه، این درونش لوی ندارد. من نو سبزی ایستاده است. این پیوندی سالی گذشته. من هم دیاران عزیز، من این پیوندهایی که من امسال کردم خدا خواهد از این گلوس ما بسیار میکنیم، نهالش رو بسیار میکنیم. تک پیوندش رو آوردیم، تک پیوندی کپشش امسال اگر پیوند کنیم سال آینده ماه دکبر ممکن به فروش براریم. نهالهای از خودمون تیار شده، مهنت خودمون و گلاس های به نهایت بهترین، از آن جمله گلاسی توده حصار که چهارمز بارین کلان کلانه می باشد. من هم دوران عزیز، من علاقه میدونم همینو باید پستر میکردم ها، از روی زمین اگر یک وجب مونده میکردم بهترین بود، لیکن با من 3-4 تا در کار بود شاخ که امسال بسیار تر شود و من از این پیوندی گیرم. خیلی خدا خواهد این سخت چسبت نمیشکند، ستون میزنیم نمیمونه میشکند شمال. خیلی با نتیجهش رو نشون میتیم شمال شکست همی رایانی. در پناه خدا باشید، خدا نگهبانی شما باشد. انا این پیوندی سالی گذشته می باشد. پادپیسات کنید، یاد گیرید پیوند کنید رو در خانه خود. جوان مرد هستید همتون. خدا نگهبانی شما باشد.